أينما كنا أينما بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أما بعد، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حدیث از عثمان ابن ابی العاص رضی الله عنه روایت شده از شماره حدیث در کتاب مسلم 2203 می باشد. عثمان ابن ابی العاص رضی الله عنه صحابه هستند که نهم هجری به مدینه آمدند، به اسلام گرویدند، به اسلام در آمدند. پیامبر صلی الله علیه و سلم دیدند که بسیار با عقل و باهوش است، برای قومشان راهبر قرار دادند، رئیس قرار دادند. سپس عثمان ابن ابی العاص وقتی که پیامبر صلی الله علیه و سلم از این دنیا رفتند، همچنان راهبر و رئیس قومشان بود. و ابو بکر وقتی که خلافت رو به دست گرفتند، در زمان خلافت ابو بکر در بحرین و در عمان یعنی والی بودند، حاکم بودند. و اینچنین در خلافت عمر والی و حاکم بودند. اما در زمان عثمان، خلافت عثمان از والگی، از حاکمی گرفتند، در بصره زندگی کردند و سپس وفات کردند. عثمان ابن ابی العاص میگویند که اتى النبی فقال یا رسول الله، به نزد پیامبر صلی الله علیه و سلم آمدند، گفتند ای رسول خدا، ان الشیطان قد حال بینی و بین صلاتی و قراءتی. شیطان وقتی که من بر نماز می ایستم، در نمازم مرا به هر چیز آمیخته می کند، فکرم به هر جا می رود و نمیدانم که چند رکعت خواندم یا که نمیدانم که کدام سوره رو خواندم، نمیماند و مرا به هر چیز تشویش میدهد. یلبسها علیه، آمیخته میکند. پیامبر صلی الله علیه و سلم گفتند فقال رسول الله صلی الله علیه و سلم ذاک الشیطان یقال له خنزب. این همان شیطانی است، گفتند نامش خنزب می باشد. فاذا احسسته فتعوذ بالله منه واطفل علی یسارک ثلاثا. این همان شیطانی که نام دارد خنزب می باشد. وقتی که تو را همچنان به تشویش می اندازد، تو در نماز اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگو و به طرف چپت شف بکن. سپس عثمان ابن ابی العاص گفتند که ففعلت ذلك فاذهبه الله عني. وقتی که من چنان کردم، شیطان از من دور گشت. ببینید، نماز بهترین عبادت می باشد. شیطان می خواهد که انسان را به تشویش اندازد و چند رکعت خون فراموش بکناند و آمیخته این سوره را به این سوره آمیخته می کند و فکرها را به هر جا می برد. برای همین باید وقتی که انسان در نماز چنین می شود اعوذ بالله من الشیطان الرجیم بگوید و با طرف چپش شف بکند که این شف بکند از بین می رود. نام این خنزب همان شیطانی است که در نماز به تشویش می اندازد انسان را، یا که هر خیل فکرها را می آورد که انسان نماز خوانده نمی تواند و وسوسه گرفتار می شود. این بود شرح مختصر این حدیث. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.